لذا 5 عمل رو عزیزان در ماه رمضان به کثرت انجام بدید. 5 عمل رو مداومت بکنید. از این 5 عمل غافل نشید، حداقل این 5 عمل، و الا اعمال زیادن. اولینش استغفار و توبه هست. تو این ماه استغفاره. از استغفار غافل نشید. اگر در قبل از رمضان 5 مرتبه روزی، 100 مرتبه روزی، 70 مرتبه استغفار میکردید، در ماه رمضان دوز را ببرید بالا. در ماه رمضان ولوم بیشتر کنید، توبه بکنید. گفتم خدمت عزیزان ما 2 نوع تولد داریم. ما 2 بار تولد میتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم. یکی تولد رو ما در اون دخلی نداشتیم، اون بار که ما از مادر متولد شدیم. ولی بهتر از اون، مهمتر از اون، قشنگتر از اون، زیباتر از اون تولدی است که خود من و شما میتونیم اونو ایجاد بکنیم. تولد دوم هر انسان اون زمانی است که طرف توبه میکنه، از دنیا و شکم معصیت، از شکم گناهان خارج میشود. این تولد لیاقت تبریک گویی دارد. این تولد باعث تو رمضان امسال ایجاد بشه. اگر عطار نیشابوری، اگر بزرگان ما در تاریخ اسمشون رو برید مطالعه کنید، بررسی کنید، همه اونها تولد خودشون رو اون لحظه قشنگ توبه میشمارن و حساب میکنن. اون لحظه ای که با الله آشتی کردن خیلی ارزشمنده. لذا اینه که این تولد رو جشن بگیریم، توبه و استغفار کنیم. 2 کثرت تلاوت. این ماه اصلا بگید، اصلا اسم بذارید، شعار این ماهتون این باشه با قرآن زندگی کنید. ماه قرآن، شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. قرآن عزیز میکنه. آمد در رمضان نازل شد، ماه رمضان رو عزیز کرد. در شب قدر به طور خاص شب قدر رو خیر من الف شهر کرد. بر پیغمبر ما نازل شد، خاتم الانبیا و اشرف النبیین قرار داد. عجیبه. اگر در من و تو بر صحابه نازل شد، خیر البشر بعد الانبیا شدن. اگر ما هم قرآن رو بر قلبهایمون نازل بکنیم، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اومده دست ما رو بگیره از تاریکی ها به نور ببره. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. خدای متعال قرآن رو روح نامیده. کسی که قرآن نداره روح نداره. کسی که روح نداره زنده نیست. کثرت تلاوت. در ماهای گذشته پیامبر صلی الله علیه و سلم از حدیث رسول خدا ثابت است کسی که 1 حرف قرآن بخونه 1 ثواب، والحسنة بعشر امثالها، هر حسنه 10 برابر. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم در ماهای گذشته وقتی میگویی بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است، ضرب در 10 میشد 190 نیکی. ولی در ماه رمضان ضرب در 70 بکن میشه 13300 نیکی. الله متعال به برکت بسم الله الرحمن الرحیم نصیبت میکنه. ارزشمنده، اینو از دست ندید عزیزان. 3 صدقه. در این ماه صدقه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی ازش سوال شد ای الصدقه افضل، چه صدقه، کدوم صدقه بهتر است؟ فرمود که صدقه فی رمضان، صدقه در ماه مبارک رمضان. کسی که 1 روزه‌دار رو افطاری بدهد گویا روزه گرفته است، ثواب روزه او به صدقه دهنده هم میرسد بدون اینکه از ثواب اون کم بشه. و 4 نمازهای نفل رو زیاد بخونید. کثرت نوافل. شبها رو عزیزان بدون تهجد هیچ شبی از شبهای رمضان من و شما نباید باشه. اینو قول بدیم به خودمون. و 5 و آخری دعا کنید عزیزان. الکی برای همدیگر اخبار استرس آمیز که فلان جا اینقدر کرونا شد، فلان جا اونجا مرد، فلان، اینقدر این اخبار رو اعصاب همدیگر رو خرد نکنیم، حوصله همو سر نبریم. بشینیم دعا بکنیم برای رفع این مشکل. این مشکل خیلی عظیم است. بحران خیلی ژرف است، خیلی عمیق است، خیلی دردآور است. در طول تاریخ شاید کم سابقه بوده حداقل. فکر نکنم ما در تاریخ شنیده باشیم مطاف کعبة الله از حجاج و از طواف کننده ها خالی شده باشه. امکان نداره، فکر نمی کنم. مسجد النبی از 1400 سال قبل تا کنون
قفل نشده درهای او، ولیکن این ویروس این کار رو کرد. این نیاز به دعا داره، نیاز به تضرع داره. بعد از اینکه ما نکات بهداشتی رو رعایت میکنیم، ارتباط ما رو با الله قوی بکنیم و دعا بکنیم برای حل این بیماری، برای حل این معضل. این یه فرصت طلایی است، کاری بکنیم. اگر امروز اندیشمندان نتونستن، دانشمندان، جامعه پزشکی متخصصان نتونستن برای این تا کنون دارویی پیدا بکنن، ما با دعاهای خودمون پشتوانه‌ای برای حرکت اونها باشیم. به خدا قسم دعاها معادلات زمینی رو به هم میزنه، معادلات فلسفی رو جابجا میکنه. دعا این قدرت رو داره که تقدیر رو عوض میکنه.